خب خیلی بلند شد. اوه آقایون خیلی خیلی مواظب باشین. باعث همون که اومدین اگر بلدچی نداشتین گم شدین از تشنه و گشنه هلاک میشین. اینجا جاهایی است که اگر یه کشه بنا کردی دیگه نمیدونی از کدوم راه آمدی. هر راهی رفتین نشونه کنین که برگشتنش خیلی سخته، مگر چند بار اومده باشی و رفته باشی.
طرف. روز دیگه میرسه با امید خدا بنای ارگانیک طبیعت اصل انشاءالله در 20 دیگه میرسه با امید خدا. همه طبیعی خیلی خاصیت خیلی خوب داره، خیلی برای پوست انسان خوبه، برای انرژی و همه چیش خوبه. هم گرفتم و شادم. بیا سلام، خسته نباشی، حالت خوبه؟ چه خبر؟ سلامتی. کجا بودید؟ اومدن کوه زاگرس از این طبیعت زیبا لذت ببرین. یا چند تا زنبور همه در آوردم، یا زنبوری همه پشتوه داریم میریم که انشالله در بیاریم، پس اینم برگردیم بریم که دیگه بریم 4-5 روزه مانده، پس اینم خدا خواهد دیگه بریم برسیمش. خاطرتونم خسته شده یا دیگه نه؟ دوتاش خسته شد. یا فرمایید به سلامت. علی آقا خسته نباشید. یا خورکنجا خیلی نرمه برای شکندن، از بنه خیلی نرم داره، سبز هم میشه انگار پیروزه، این تخمک میشه بشکنه، خیلی هم خاصیت داره. ببینی این خورکنجا اونا که خدمت جاز کردن به نبود، این خورکنجا ریز نرم و خوب. به یاری بیا بود فرق بنه با قلقانگیه که بنه سفته، با دندون نشکنه که دندون تو از بین میره، ولی این نرمه، با دندون هم میشه بشکنی و مصرف کنی. نه این قلقانگ ازش میگن، این تخمک میمونه، ولی بنه حتما با دندون نشکنی که دندون تو از بین میره، حیف دندون هم هست.
اومده کوه زاگرس 4-5 روزه که اومده بارون هم داره پراکنده خمنه میزنه و امروز هم خدا خواهد دیگه یه زنبور دیگه ای پشتی داریم یه هم درش بیاریم و با امید خدا میخوایم برگردیم. بعضی آدم میگه نمیدونم فلان بیسون میگه تا شب نروی روز به جای نرسی. ما 6 صبح از منزلگاه زدیم راه، الان ساعت 12 ظهره که اومدیم رسیدیم اینجا. این زنبورو هم که در شوردیم باید بریم که 5 پسی دوباره برسیم منزلگاه هم که ماشینم اونجا و وسیلم اونجا. 5 روزگاره دریم سر بالا و سرشی و با تنها میریم پایین و مییم بالا که 4 کیلو عسل آیان میکنیم میفرستیم برای یه مریضی یا مسلمانی که احتیاج داره. باید زحمت بکشی، باید بری چی مفتی گیر کسی نمیاد. حالا ما بهار یه ماه بعد عید میم این زنبوره نگاه میکنیم که حالا که داریم میم دیگه حیرون نشی. وقتی میم خیلی زنگ میزنن میگن که آقای داودی توی ارتفاعات با تنامیه پای قال شاهین فلان بیسانه. حیفه اینا طبیعت لازم داره و اینا منابع ملیه. یه پرنده نیست که زیادم زاده بلد کنه. 10 تاش من همینجور که بهار میام میبینم لونه کرده با 5 متر تنابم میتونم اینا بیارم در. این چیزی نیست که با پول مقایسه کنی. این پرنده همه چی طبیعت خوبه، نه چه دیگه. این پرنده که باید تو طبیعت باشه. اینا طبیعت خراب میشه، نسلش منقرض میشه. درم اتنا میام پای که زنبور از او ارتباط خال شاهینی و پای تره بغلش که رند میشم میبینم پوست روبا، پت روبا، پت خرگوش. عرض کنم که اسکلت پرنده دیگه روی قالوه جوجهاشم پریدن و رفتن. بالاخره طبیعت باید سلسله مراتب خودش طی کنه. همه چی لازمه. خدا گواه 40 سال پیش که من میمدم اینجا این غاره میبینی پر شکال بود. اینا همش اینجا سنگ میفتیده پایین تا نگاه میکرد میدیدی 10 تا 15 تا شکاله. حالا آن چی تا میخوری خیلی زور بزنه 4 تا 3 تا هست، 2 تا هست. جلو 30 تا 25 تا 15 تا 8 تا 9 تا میشمردیم هر چیشان که دیگه پناه بود. هر گاه میبدیم اینجا این کوه میبینی تمام شکال داشت. قدر قشنگ بودی شکاله میرفتن بالا. تو غاره بودن، تو سیاه بودن. حالا کو شکار بیرویه کردن نسلش اینجا منقرض شد. چقدر که طبیعت خوبیه برای شکار. مثلا حالا 2-3 جا دارن حفاظت میکنن ای تو طبیعتی نیست، ای تو مداری نداره. شما حساب کنید این علفا اونجا نداره. اگر یه توجه حفاظت کرده بودن واقعا رحم کرده بودن جلب 30 تا 20 تا گاهی با تفنگ سوزنی 10 تا پیشنگ مینداختن، 10 تا 4 پاره، 10 تا 4 پاره که مینداختن میشد 100 تا دونه. یکیش میفتید 5 تاش میرفت توی کوکمره حروم میشد که حالا من میرم توی غارا میبینم شاخش مانده، اسکلتش مانده. بنابراین بین تایی دنبالش که مانده همین حفاظت کن. بعضی میگن بچه میگی مگس. یک قدیم الایام ایدون زنبورو میگن مگس چون نیش میزنه میگزه. ما میگیم مگس به خاطر این میگیم مگس نه پشه. او اسمش پشه ها. مگس این زنبوریه که از قدیم گفتن مگس نیش نزن، این اسمو روشه. پشه
با مگس زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی مگزی بلدین یعنی یه لونه مگزی بلدین. بعضی گفتن چرا میگی مگس؟ درست حالا شهر همش میگن زنبور، ولی ما دیگه عادت کردیم هم سنتی که میگن مگس همو میگیم. مگس چون نیش میزنه میگیم نگس، نیش نزن، مگس، گزش مکو. ای بیدود بگیری مورچه. حالا از زنبور اینجا برم نگاه کنم اینیم هستش برای که پناه کار نکنه. اگه بود یه بیان چیام کنم برم دهنش خدا آخه بده بیا شل کنی دالی بده بیا شل کن شل کن یا علی شل کن یا علی